سلام، من میلادم. به کانال آموزشی ما خوش اومدید. تو ادامه ویدیوهای آموزشی آنباکس و توضیحات دستگاه‌ها امروز رسیدیم به شرکت ووپو آرگاس ای، تلفیقی از نوآوری و اصالت. تا آخر ویدیو با من باش تا بهت بگم این دستگاه ارزش خرید داره یا نه. دستگاه آرگاس ای یکی از جدیدترین محصولات شرکت ووپو، یه دستگاه 30 وات با جنس بدنه روی و پلی‌کربنات. دستگاه مقاوم ساخته، هم خوش دسته هم خیلی جذابه. 2 صفحه دیجیتال داره که موقع کشیدن دستگاه یا ویپینگ شما یه انیمیشن هم روش براتون پخش میکنه. توان خروجی بین 5 تا 30 وات رو برای شما پشتیبانی میکنه. از کاتریجای تاپ فیل یا کاتریجای جدید شرکت ووپو پشتیبانی میکنه که از قسمت بالا پر میشن و ریزش خیلی کمتری نسبت به کاتریجای قبلی دارن. روی خود دستگاه یا داخل جعبه خود دستگاه 2 کاتریج 17 و 14 هست که هم برای مصرف سالتای نیکوتین بالا به صورت MTL و هم برای مصرف جویس های فری بیس به صورت DTL میتونید ازش استفاده کنید. چند تا نکته جالب در مورد این دستگاه. تایپ C، یعنی شما میتونید با شارژرهای فست شارژ هم دستگاه رو شارژش بکنید، برخلاف یک سری از دستگاه‌ها که باتریشون آسیب میبینه. باتری 1100 میلی آمپری داخلشه که یه شارژ خوب برای شما نگه می‌داره، یعنی برای مصرف روزانه و ویپینگ روزانه‌تون شارژ خوبی نگه می‌داره، خالی نمی‌کنه. یه چیز جذاب و جالبی که داره، دکمه فایر و دکمه پاور دستگاه از هم جدا شدن. معمولا روی همه دستگاه‌ها همون دکمه پاوری که برای روشن خاموش شدن دستگاه هست، دکمه فایرشون هم هست. منتها روی این دستگاه دکمه پاور و فایر از هم جدا شده. این دستگاه یه چیز خیلی قشنگی که داره، مود داره. یعنی شما حالتهای ویپینگتون رو میتونید روش انتخاب کنید. حالا موداش چی هست؟ پاور، سوپر و اکو. هر کدوم از اینا یه کار جداگانه‌ای انجام میده. حالت پاور حالت نرمال دستگاهه که برای ویپینگ روزانه ازش استفاده میکنید. معمولا کسایی که میخوان سالت نیکوتین استفاده بکنن حالت پاور براشون بهتره، چون درجه حرارت و دمای دستگاه رو شما میتونید تنظیم بکنید و روی دستگاه ببینید. حالت سوپر برای کسایی که میخوان از جویس های فری بیس استفاده بکنن و از حالا کاتریجای 14 و یه خروجی بخار خیلی بالایی داشته باشن. و حالت اکو. حالت اکو حالتیه که بهینه‌ساز مصرف باتری دستگاه و جویس شماست. معمولا وقتی شارژ دستگاهتون زیر 20% برسه، خود دستگاه اتوماتیکوار اخطار اینو بهتون میده که دستگاه رو حالت اکو تنظیم بکنید که بتونید مصرف بیشتری داشته باشید از دستگاه. همونجوری که گفتم این دستگاه دکمه فایر و پاورش از هم جدا شده، ولی کنترل و مدیریت دستگاه همچنان بر عهده دکمه فایر دستگاه است. دکمه پاور عملاً هیچ کاری جز خاموش روشن شدن دستگاه برای شما انجام نمیده. یه چیز جذابش اینه که موقعی که دارین از دستگاه استفاده میکنید، اگر دوست نداشتید صفحه دستگاهتون روشن باشه، با 2 بار زدن کلید فایرش میتونید صفحه رو خاموش کنید، ولی دستگاه همچنان روشنه و میتونید ازش استفاده کنید. یه چیزی داره داخلش مثل حافظه موقت، مثل مموری. میاد تعداد پاف روزانه شما، تعداد پاف کلی که شما از دستگاه استفاده کردین تا اون لحظه، دمای دستگاهتون بر هر اساسی تنظیم شده رو نشون میده و حالتی که شما دارید از دستگاه استفاده میکنید میتونه یه اطلاعات کلی از مصرف دستگاه به شما بده. آرگاس ای هم به تبعیت از بقیه دستگاه هایی که دکمه فایر و پاور دارن 2 حالت کشیدن داره. فقط از خانواده برند ووپو دستگاه آرگاس P2 که دکمهش فقط برای خاموش روشن دستگاه و منوی دستگاه، با دکمه اون نمیتونید از دستگاه استفاده بکنید. ولی از این دستگاه هم میتونید حالت اتوماتیک استفاده بکنید، هم از حالت دکمه ایش. برای دسترسی به منوی دستگاه هم کافیه که 5 بار دکمه فایرش رو فشار بدید تا منو براتون فعال بشه. بعد رو هر کدوم از گزینه‌ها خواستید اعمال بشه، دکمه فایر رو نگه می‌دارید و وارد اون گزینه میشید. تعداد پافتون رو میتونید 0 بکنید، وارد یوز رکوردینگش بشین و ببینید با دستگاه چجوری استفاده کردین از دستگاهتون. میتونید مودای دستگاه رو بر اساس اون
ویپینگی که دارین تنظیمش بکنید و میتونید این دکمه فایر رو غیر فعال بکنید که فقط از حالت اتوماتیکش استفاده بکنید. یه اسلایدر تنظیم هوا همین بغل براتون گذاشته که میتونید موقع ویپینگ بر اساس اون خروجی بخاری که میخواین از دستگاه داشته باشین خودتون تنظیمش کنید، هر جا باشه راحت ترین پیش‌فرض تنظیمش کنید. توی اطلاعات کلی این دستگاه که حالا توی سایت‌های همکارا، سایت‌های خارجی معمولا نوشتن و معرفی کردن دستگاه رو، کارتریجایی که مورد مصرف این دستگاه هست و 14 و 17 معرفی کردن. بله، ولی کارتریج جدیدی هم اومده که 1 ohm هست. شما از 3 مدل کارتریج میتونید برای این دستگاه استفاده بکنید و حجم‌های متفاوتی هم دارن، هم 2 میل دارن هم 3 میل دارن. اینم بگم که این دستگاه میتونه از کارتریج‌های قدیمی هم استفاده بکنه، ولی بهتره که کارتریج‌های جدید بیاد روشون که ریزش کمتری دارن و آسیب به داخل دستگاهتون نرسونه. برای تست کام این دستگاه من تصمیم گرفتم از جویس‌های فری بیس استفاده کنم که عملکرد بهتر این دستگاه رو شما متوجه بشید. ولی خب یه قانونی هست که حالا من معمولا پیشنهاد میکنم به کسایی که از دستگاه‌های پاد سیستم میخوان استفاده بکنن، زیاد روی جویس مانور ندید. با این دستگاه فشار به دستگاه میاد، هم باتری زودتر شارژش خالی میشه، هم که فشار روی برد دستگاهتون هست. چرا؟ چون جویس های فری بیس یا کم نیکوتین درجه حرارت بالایی برای تبخیرشون میخواد. دستگاه های حالا مثل آرگاس A یا بقیه برندها نهایت خروجیشون تا 30 واته، یعنی شما اون کلود موفقی که باید از دستگاه بگیرید و ندارید، فقط یه بخار معمولی به شما میده. ولی خب طعم رسانیش قشنگ‌تره، چون توی درجه حرارت پایین داره بخار میشه، طعم بهتری به شما میده. ولی بازم میگم استفاده نکنید بهتره. من اینو پرش کنم و تست کامش رو براتون بگیرم، لذتش رو ببرید. دوستان، من برای اینکه بتونم از جویس فری بیس استفاده کنم و تست کام دستگاه رو براتون بذارم، دستگاه رو روی حالت سوپرش تنظیم میکنم که عملکرد بهتری داشته باشه. حالت سوپر. به محض اینم که کارتریج رو بذارم، خود دستگاه بر اساس توان دستگاه تنظیم میشه. دریچه هواش هم کامل باز گذاشتم. خیلی خوب کام میخوره، یعنی خیلی قشنگ. یه بار دیگه بهش نمی اومد اینقدر توان داشته باشه، ولی باز هم تایید میکنم با پاد سیستم جویس کشیدن فایده نداشت. بریم برای نتیجه گیری. دستگاه آرگاس A فوق العاده است، دستگاه خوبیه، همجنس بدنه مقاومی داره، باتری خوبی داره، توان خروجی نسبتاً خوبی داره، خوب نیست. به نظر من یکی از عیباش میتونه این باشه که میشد این دستگاه توان بیشتری داشته باشه، حداقل 40 وات، که بشه روی جویس های فری بیس مانور بیشتری داد برای استفاده کردنش. و یه عیب دیگه که من میتونم رو دستگاه بذارم اینه که تنظیمات کنترل دمای کمتری نسبت به شاید بقیه برندها داشته باشه. میتونست مثل بوست 3 که لینک ویدیوش این بالا براتون میذارم که بتونین بریم ببینید، تنظیمات بیشتری برای دستگاه بذاره. ولی در کل دستگاه قشنگ و جذابیه، خیلی خوبه، خوش دسته. کارتریجاش بهتر از نسل قبلی شدن، 3 میله، یعنی شما میتونید مایع بیشتری رو داخل دستگاهتون داشته باشین. این انیمیشن هایی که روی صفحه نشون میداد، جدا شدن دکمه پاور و فایرش، اسلایدر دریچه هوا جای خوبی تنظیم شده و در کل دستگاه خوبی ارزش خرید داره، پیشنهادش میکنم. و در آخر اگر حس میکنید که من توی توضیحات این دستگاه چیزی رو از قلم انداختم و شمایی که دستگاه رو دارید و استفاده کردید، اگر نظری در مورد این دستگاه دارید، توی قسمت کامنت ها و نظرها برامون بنویسید تا توی آموزش های بعدی براتون توضیحش رو بدم. این ویدیو رو بفرستین برای اون دوستتون که قصد خرید این دستگاه رو داره یا دستگاهش رو خریده و تنظیماتش رو بلد نیست. کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگولش هم بزنید، این ویدیو رو هم لایک کنید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. بدرود.